الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فصل في الوضوء. این باب هست یا فصل هست در باره وضو، در باره طهارت. چنانکه که میدانید کلمه طهارت خودش هم کلمه عربی هست، یعنی پاکی، اما خود طهارتی که ما به زبان تاجیکی استفاده میکنیم به زبان عربی این را وضو گفته می شود و این شکل چنانکه که میبینید. و وضو که هست این کلمه میتواند یا با ضمه واو خوانده شود یا با فتحه واو خوانده شود، یعنی دو نمود دارد، وضو و وضو. این نقطه اولی هست که شما باید نویسید. اگر این کلمه را ما با فتحه بخونیم وضو، یا اگر این کلمه را شما در کتاب های فقهی با فتحه ببینید یا حتی در حدیث هم می آید وضوءه می آید، وقتی که این کلمه وضو باشد با فتحه واو، این به چی اشاره می کند؟ آن چیزی را گفته می شود که با آن طهارت گرفته می شود، یعنی آبی طهارت را گفته می شود. و اگر ما این را با ضمه خوانیم وضو، پس این عملی انجام دادن طهارت را گفته می شود. این نقطه اول هست. لغتاً از جهت لغوی وضو چی معنی دارد؟ این کلمه از کلمه الوضاء و از کلمه الحسن و از کلمه النظافه گرفته شده است، یا معنای لغویش به همین معنا می آید، یعنی که الوضاء تازگی، پاکیزگی و حسن. خب و در شریعت چی معنا دارد؟ یعنی از جهت اصطلاحی چی معنا دارد؟ پاکیزگی خاص، یک پاکیزگی خاص را وضو گفته می شود، یعنی که نظافت مخصوصه. خب وقتی که یک پاکیزگی انجام داده شود با یک طریقه خاص با شرایط های خاص، این را وضو گفته می شود از جهت اصطلاحی. و کسی که وضو بگیرد و وضو بکند تا اینکه عبادت هایش را انجام بدهد، عضوهایش در دنیا پاک می شود، یعنی که عضوهای طهارت در دنیا با تازه کردن زیبا می شود و در آخرت با التحجیل، یعنی که با روشن شدن عضوهایش موفق می گردد در روز قیامت از سبب اطاعت کردن پروردگارش. و در اینجا مصنف کتاب وضو را، طهارت را، بر بابی یا فصل غسل تقدیم داده است، یعنی که اول آورده است این را برای آن که الله سبحانه و تعالی هم در آیه قرآن طهارت را اول ذکر کرده است. خب و همین آیت را من برای شما در چت روان کرده هم، همان را نظر کنید. آیت ششم سوره مائده می باشد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا قمتم الى الصلاة، من شکسته ترجمه می کنم که شما حتی اهمیت بدهید به هر کلمه. اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که شما، یعنی که همه شما، وقتی که شما بر نماز بخیزید، استاد شوید، بر میخیزید، وقتی که شما برای نماز بر میخیزید، فغسلوا وجوهکم. فغسلوا، اغسلوا چیست؟ در اینجا اگر فای عطفی رو یک طرف گذاریم، اغسلوا می شود، این چی شد؟ فعل امر. اغسل، اغسلا، اغسلوا. پس بشوید. وجوهکم، این جمع وجه می باشد، رویهایتان را، و کم ضمیر متصل هست، رویهایتان را، و ایدیکم و دستانتان را، الی المرافق تا آرنج ها، همون استخوان سختی که هست در مابین دست، اگر از شانه تا پایان انگشت هایتان اگر فرض کنیم، مابین دست کجاست؟ همونجا، همون قسمت را، همون استخوانی که برآمده است آن را آرنج گفته می شود، مرافق، مرفق. خب دست هایتان را بشوید تا آرنج ها، و در طبق اصول حنفی آرنج ها در دست ها داخل می شود، یعنی که غایت یک چیز در همون چیز داخل حساب می شود. خب این یک نقطه اصولی هست که سال آینده شما یاد خواهید گرفت ان شاء الله. وامسحوا، و مسح کنید، برؤوسکم، بر سرهای خود. دیده در اینجا بی حرف جر آمده است و رؤوسکم مجرور شده است،
یعنی که از همه این 4 اعضا فقط رؤوس هست که زیر دارد، در حرف آخرش زیر دارد و پایها زیر ندارد. یعنی لامی ارجلکم را اگر نظر کنید زیر ندارد. طبق این قرائت باید که پایها مسح کرده نشود، باید پایها شسته شود. البته گپی مسحی ها یا خفین دیگر هست. ما چی رو در نظر داریم؟ در یعنی حالت های عمومی وقتی که طهارت انسان طهارت میگیرد باید که فقط بر سرش مسح کند، پایهایش رو باید بشوید. خب ادامه میدیم وامسحوا و مسح کنید بر سرهایتان و پایهایتان را ارجلکم تا کعبها یا تا بجلک اگر خواهید بگوید بغم ها هم گفته می شود، همان استخوان سختی که در پای هست بجلکی پای تا همونجا بشوید. برای چی من میگویم بشوید؟ برای اون که از جهت نحوی و صرفی، از جهت قاعده های عربی وجوهکم ایدیکم و ارجلکم هر سه این اعضا و این کلمه ها چی میشوند؟ گیرنده اغسلو میشوند، گویا که مفعول اغسلو میشوند، باید که اینها رو شسته شود. اما فقط سر هست که باید به سر مسح کرده شود. خب این بود یعنی آغاز این آیت. این آیت خیلی دراز هست، تمامی آیت رو البته شما دارید، اما در اول آیت طهارت ذکر می شود، طریقی انجام دادن طهارت. و بعدا الله سبحانه و تعالی میگوید که و این کنتم جنوبا فطهروا، اگر شما جنوبی باشید، اگر شما خودتان در حالت جنابت باشید. و شما میدانید که حالت جنابت کدام حالت رو گفته می شود؟ وقتی که زن و شوهر یک جایی که می شوند باید که بعد از آن غسل کنند. از این سبب الله سبحانه و تعالی میگوید که اگر شما جنوبی شدید پس از آن اطهروا، خود را پاک کنید، و این به غسل اشاره میکند. و بعد از این حکمی تیمم می آید. پس این آیت خیلی یک آیتی مهمی هست در بابی طهارت و در بابی فقه، چون که با حکم طهارت آغاز میکنند و بعداً به غسل اشاره میکنند و بعداً به تیمم اشاره میکنند. خب پس انشاءالله سر میکنیم فصل فی الوضوء. این فصل هست، بابی هست در موردی وضوء، در موردی طهارت. ارکانی وضوء یعنی که گویا از همه عملهای مهم وضوء 4 تا اند. ارکان گویا پایه ها رو گفته می شود، پایه های یک چیز، اساس یک چیز رو ارکان گفته می شود. ارکان وضوء 4 تا اند و هی فرائضه. وقتی که ارکان میگوید مؤلف یعنی که فرض های آن را در نظر دارد. و ببینید که شاید شما متوجه شده باشید که در آیت قرآن فقط 4 عضو ذکر می شود، یعنی که همین 4 عضو را شستن فرض می گردد و هر چیزی که به علاوه این 4 عضو باشد حکمش دیگر می باشد، یعنی دیگر احکام دارد، سنت می گردد، مندوب و آداب و غیره، یعنی به دیگر احکام دخالت دارد. فقط 4 عضو هست که شستنشون فرض می باشد. الاول غسل الوجه، یکم شستنی روی. باید بیاورید اغسلوا وجوهکم. اکنون تفصیلات این چیست؟ و حده طولا من مبدأ سطح الجبهة الى اسفل الذقن. حدودی همین روی که میگوییم روی چی معنا دارد؟ همین رو مصنف برای ما میفهماند. حدودی روی از جهت فقه شرعی کجا می باشد؟ پس میگوید که حده یعنی حدی وجه، حدی روی، طولا از جهت درازی، از من مبدأ از ابتدای پیشانی سطح الجبهة تو الى اسفل ذقن تا پایانی منه می باشد. ذقن یعنی منه، موی سر، از جایی که موی سر چی می شود؟ می براید، از همون جا بالا اگر روید موی سر حساب می شود، سر حساب می شود، و از پایانی جایی که مویتان می براید، موی پیشانیتان، یعنی که از پایانی همون جا پیشانی حساب می شود، یعنی که منبتور شعر گفته می شود، جایی که موی می براید، موی سر، از همون جا تا پایانی منه، یعنی گردن در اینجا داخل نمی شود. و حده عرضا ما بین شحمتی الاذنین، و از جهتی حدودش از جهتی پهنایی آن چیزی است که ما بین دو گوشه گوش می باشد، دو قسمتی گوش می باشد، جایی که ما گوشوار را آویزان می کنیم، از همان طرف پیش از او، از طرف روی، از همان طرف تا گوشی دیگر از جهتی پهنایی این حدود را وجه گفته می شود. خب پس یکم رکن اول چیست؟ شستن روی، و همین هست حدود روی از جهتی درازی از ابتدای پیشانی تا پایانی منه و از جهتی پهنایی بین دو گوشه گوش. دومش کدام است؟
و ثانی غسل یدیه مع مرفقین. دویم فرض کدام هست؟ دویم رکن طهارت کدام هست؟ شستن دست ها با اورنج ها. یعنی که دست ها را البته از سر انگشت ها تا پایانی اورنج و با اورنج باید شسته شود. ادامه میدیم. و ثالث و سوم و ثالث غسل رجلیه مع کعبیه. سوم شستن پای ها یا هر دوی پای هایش، اگر من دقیق بگویم، مع کعبیه با بوغم های پا یا با بجلکی پا، استخوان های پا، کعبین. یعنی که وقتی که پای را میشوید باید که از سری همان انگشت های پا تا بجلکی پای شسته شود و حتی بجلکی پای را هم باید شسته شود. نمیتوانید که آن قسمت را خشک نگه دارید و پورا ادا کردن این رکن نمی شود. چهارم و رابع مسح ربع رأسه. مسح کردن چاریکی سر. از جهت لغوی مسح امرار الید علی الشیء، گذرانیدن دست بر چیزی را گفته می شود. اما معنای لغوی در اینجا برای ما دقیق نمی شود، پورا معنا را نمی دهد. پس از جهت اصطلاحی یا از جهت فقهی مسح چی را گفته می شود؟ مسح یعنی اصابه الید المبتله العضو. یعنی که وقتی که در شریعت باید چی باشد معنایش؟ رسیدن دستی تر بر عضو. یعنی دست باید تر باشد و دستی تر وقتی که بالای یک عضو را با بالای یک عضو وقتی که میگذرد این را شرعاً مسح گفته می شود. پس در اینجا بین معنای لغوی و شرعیش کمی فرق هست و این فرق را بیان کردن مهم هست. چاریکی سر یعنی چی؟ اگر تمامی سرتون را حساب کنید از جایی که موی سر میبراید از پیش تا پشت سرتون به دو قسمت تقسیم کنید و بعداً همین دو قسمت را هر یک قسمتش را به دو قسم اگر تقسیم کنید همون یکم چاریکی می باشد در اول سرتون، همون را چی گفته میشد؟ مقداری فرض. البته تمامی سر را عموما ما فقط 4 فرایض وضو را که ادا نمیکنیم، یعنی هنگامی طهارت کردن فقط 4 فرایض را که ما ادا نمیکنیم، پره طهارت میکنیم با همه سنت هایش، حتی با آدابش و با مستحب هایش. اما فرض کنید که در حالتی بعضی احکام می باشد، بعضی باب ها می باشد، مثلا بابی معذور، زنی که معذور باشد یا شما در یکم عجله باشد، عجله که خیلی ضروری باشد و خیلی شدید باشد، در این گونه حالتهای ضروری انسان میتواند که فقط 4 فرایض طهارت را ادا کند و نماز خواند و این کاملا درست می شود. پس در این حالت است که این به شما کمک میکند. پس اگر انسان هر دوی دستهایتان را بگیرید و چی کنید؟ انگشت ها را به هم دیگر نزدیک کنید و در بالای سرتان گذرانید تا چاریکی سر. عموما یک طریقه دیگری که یک استادم میفهماند یا فهمان مفتی زبیر، همین 4 انگشت را یا پورا دست را وقتی که ما در بالای سر خود میگذارانیم از اولین جایی که مویمون میبراید از پیشانی سر شده، وقتی که انگشت میدکی برابر میشود با جای سرشوی موی و پورا دست خود را وقتی که بالای سر خود میگذاریم این قسمت چاریک میشود و حتی کمی زیادتر میشود. خب پس این رو چی گفته می شود؟ این رو چاریکی سر گفته می شود. خب و این قسمت رو مسح کردن فرض هست، اما پره سر رو مسح کردن بعد سنت می شود. اما یکم حکم وجود ندارد که سر باید 3 بار مسح کرده شود یا سر باید شسته شود. این دو نقطه وجود ندارد و نادرست هست. این شد 4 ارکانی وضو. ادامه می دهیم به سببه، یعنی که سبب وضو چیست؟ از چی سبب یا برای چی ما وضو میکنیم، طهارت میکنیم؟ مصنف میگوید استباحة ما لا يحل الا به وهو حكمه الدنيوي وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة. استباحة ما لا يحل الا به چی معنا دارد؟ حلال کردن آن چیز است که به وضو جایز نیست. اصلا همین کلمه استباحه برای همین است که عربی را دانستن خیلی مهم هست و مفید هست. استباحه از باب استفعال خارج می شود و سین تا یا الف سین تا با ما اشاره میکند به خاصیت این کلمه که طلب می باشد، از جهت خصوصیاتی فعل ها، از جهت صرفی یعنی علم الصیغه خاصیت باب استفعال طلب می باشد، یکی از خصوصیت هایش. پس در اینجا اصلا معنای این هست که طلب کردنی مباح، طلب کردنی مباح کردن، جایز ساختنی آن چیزی که جایز نیست مگر با آن، یعنی مگر با طهارت.
فهمیدین؟ یعنی که با کلمه های آسان برای چی ما طهارت میکنیم؟ از سببی که ما طلب میکنیم تا اینکه کاری که به طهارت جایز نیست جایز گردانیم، جایز کنیم برای خود. مثلا نماز خواندن و قرآن، تلاوت قرآن و غیره به طهارت جایز نیست. پس ما طلب داریم، جستجو داریم و کوشش داریم که با طهارت این چیزها رو برای خود حلال گردانیم، مباح گردانیم. و این هست حکم دنیویش، یعنی که از جهتی دنیا ما همین کار را میخواهیم، اما از جهتی سبب اخرویش یا حکم اخرویش این چیست؟ ثواب جستن در آخرت. الثواب فی الاخرتی، ثواب در آخرت. یعنی که با طهارت کردن در جستجوی چی هستیم؟ در جستجوی حاصل کردنی ثواب. ادامه میدهیم به شروط وجوبه 8، یعنی که شرط های واجب شدنی وضو 8 تا هند. و این گونه این کتاب چون که کتاب ابتدایی هست، در بعضی نقطه هایش اختلاف هست، در بعضی نقطه هایش تفصیلات هست، اما حالا ضروری نیست که به همه این نقطه ها ما داخل شویم، چون که شما بعد خیلی سرگم میزنید. از این سبب هست که همین کتاب را، همین متن را از شما خواهش میکنم که حفظ کنید، یعنی که احکام را حفظ کنید. از جهت حکم چی میشود؟ به تاجیکی میشود بس هست، و از جهت عربیش متوجه باشید و عربیتان رو بهتر کنید. یعنی این فقط برای فقه نیست، این برای عربی هم می باشد. شروط مثلا شرط معنا دارد، جمعی شرط هست. وجوب چی معنا دارد؟ 8 8 رو گفته می شود. باید حتی رقم های عربی رو بدانید، اقلا تا 10 و غیره. خب بعد انشالله سالی آینده یا مختصر القدوری یا لباب میکنیم که خیلی تفصیلات دارد و در آنجا به تفصیلات و به اختلافات داخل میشویم. 8 نقطه هست که وقتی که همه این 8 نقطه یک جای میشود، بعد طهارت کردن در وقت مخصوص، البته برای عبادت، برای یک شخص چی میشود؟ واجب میگردد. این 8 شرط کدام ها هستند؟ یکمش العقل، عقل داشتن، با عقل بودن. یعنی که با عقل بودن هدف من این نیست که انسان باید زیرک باشد و خیلی علمدار و با حکمت باشد. نه، با عقل یعنی که عقل داشتن، یعنی که این بخلاف چی است؟ کسی که مشکلاتی ذهنی داشته باشد با آنها و عقلشون نمیرسند، آنها البته که مکلف نیستند، آنها بخشیده شده اند. الله سبحانه و تعالی از آنها درگذر میکند. با آنها طهارت و نماز کردن حتی واجب و فرض هم نمیگردد. البته این وابسته به مشکلاتشون هست. مشکلات ذهنی هم هر خیل بوده میتواند، بیماری های ذهنی هر نمود دارد، بعضی ها سخت‌تر، بعضی ها کمتر هست. اما کسی که به عقل باشد، عقل تماما نداشته باشد، یکم شرط رو پورا نمیکند. دوم بلوغ، یعنی بلاغت. و بلاغت یعنی شما باید بدانید که برای دختر در همان سنی سال می شود وقتی که حیضش چی شود؟ سر شود با شرایطش، یعنی که اقلا تا 3 روز حیض بیند و پورا، یعنی شرایطی احکام حیض رو پورا کند. این میتواند که از همه سنی خردترین از 9 سالگی قمری آغاز شود. اما اگر مثلا حیض نبیند، پس در سن سالی 15 سالگی او را ما بالغه حساب میکنیم. خب یعنی که عموما هر دختر هر دختری که صحتمند باشد از جهت طبی حیض میبیند. زمانه و خوراک و اینها هم وابسته دارند، یعنی دخالت دارند. و پسرها میدانید که وقتی که خواب ببینند، خواب‌های میدانید چخیل وقتی که ببینند، یعنی حتی بعضی دیگر علامت‌های میباشد که آنها موی بدنشون برآمدن رو سر کند و موی چهرهشون برآمدن رو سر کند، یا مثلا دیگر آوازشون دیگر شود. این سبب‌های میشود که اشاره میکند به ما که بالغ شدند. اما اگر هر دوی این علامت‌های که من برای دختر گفتم و برای پسر گفتم، اگر آنها را نبینید، در سن سالی 15 سالگی آنها را ما بالغ شمار میکنیم. اکنون شرطی سوم ولی اسلام، البته مسلمان بودن. کسانی که مخاطب هستند، خطاب میشوند با این احکام، این مسلمان ها هست. شاید شما فکر کنید یا سوال به شما خلق شود که آیا کفار به این احکام خطاب نمیشوند؟ یعنی البته میشوند، اما این خطاب اولی آنها نیست. کفار اولا خطابی که به آنها حالا هست ایمان آوردن هست، یعنی که آنها خطاب میشوند تنها برای ایمان آوردن. بعد از آن که ایمان آورند، بعد به آنها خطاب این احکام خطاب میشود. بعد به آنها یعنی این احکام فرض و واجب و غیره میگردد. پس مسلمان بودن مهم هست. کسی که کافر باشد، با کافر آدم نمیگوید که بیا نماز بخوان، بیا طهارت کن. کسی که مسلمان نباشد، نماز خواندنش ضروری نیست.
چی ضروری هست؟ ایمان آوردن. اول باید ایمان آورد، اول باید کلمه رو بخواند و الله و رسول رو شناسد. بعد از آن که ایمان آورد، بعد این احکام برایش واجب و فرض میگردد. چهارم، و قدرت استعمال الماء الکافی، قدرت داشتن برای استفاده آبی کافی. کسی که قدرت نداشته باشد، بیمار باشد و غیره، یعنی این به حالت خیلی وخیم و سخت اشاره میکند. وقتی که انسان قدرت نداشته باشد که حتی از جایش خسته آب رو استفاده کند. آبی کافی یعنی آبی که همون مقدارش ضروری هست برای طهارت، یعنی همون قدرت و توانایی را نداشته باشد که خودش بگیره طهارتش را ادا کند و حتی کسی دیگر را هم نداشته باشد که طهارت او را انجام بدهد. اگر داشته باشد یک کسی دیگر که او را کمک کرده تواند، پس در آن وقت باید که طهارت کند و نماز را ادا کند. اما اگر نداشته باشد، این احکامش بعد دیگر می شود. پنجم، وجوب الحدثی، یعنی موجود بودنی حدث، حالتی تازه نبودن. وقتی که انسان اگر در حالتی حدث نباشد، مقابل این چیست؟ مقابل این در حالتی طهارت هست. اگر در حالتی طهارت و وضو باشد، پس برایش ضروری نیست که طهارت کند. فرض کنیم که اگر غسل کند، غسل واجب اگر ادا کند بعد از حیض یا بعد از نفاس یا بعد از حالت جنابت، پس طهارت کردن برایش ضروری نیست. بعضی ها این غلط فهمی رو دارن، فکر میکنن، گمان میکنن که وقتی که غسل کنند، بعد از غسل باید طهارت کنند برای نماز. این ضروری نیست. البته اگر کسی کند خوب هست، اما ضروری نیست. خب کسی که پورا بدنش به آب ریزد و همه، یعنی حتی دهانش رو غرغره میکند و بینیش رو میشوید و غیره، تمام بدن وقتی که تر میشود پاک میشود و حالت حدث دور میشود، در آن وقت طهارت کردن البته ضروری نیست برای نماز، چون که انسان الکی در حالتی پاکی هست. ششم، و عدم الحیض، نبودن حیض. البته و نفاس و نفاس، اگر حیض و نفاس باشد، آدم حتی اگر طهارت هم کند، زن اگر طهارت هم کند، طهارت شرعی حساب نمی شود. بعضی ها همین سوال رو شاید از شما هم کرده باشند یا به شما هم شاید همین سوال پیدا شده باشد که من در حالت حیضم که میخوام یک طهارت کنم. خوب، خیر، یک طهارت کردن میخواهی کن، مثلا ان شاء الله امید داریم از الله که ثواب بگیری، اما این طهارت شرعی بعد حساب نمی شود. خوب هست، یعنی نمیگویم که نکنید، مخصوصا برای که عادت نماز دور نشود و تنبلی پیدا نشود. زیادی وقت معلمه های من هم یعنی از اونها همین را آموختم که ما همین توصیه، همین نصیحت رو میدهیم که حتی در وقتی که شما در روزهای حیض میباشید، این را همچون تعطیل و همچون خدنای گفته خرسندی کرده از نماز و از عبادت نگریزید. البته قلن در روز 2-3 بار خواه طهارت کنید که همین عادت بماند. توانید یعنی در جای نماز 6 بعضی ذکرها را ادا کنید. جای نماز هم نباشد، به جای نماز ذکرهایتان را ادا کنید، ذکرهای صبح و شام. البته تلاوت کردن قرآن جایز نیست، اما ذکرها را کردن، اذکار را خواندن، این خوب هست. یعنی خود را باید از عبادت دور نکنید، نبرات خود را به عبادت چسبونید، چون که خیلی نماز از روز شما گم شده است. پس خیلی ضرور هست که شما دیگر راهها را یعنی جستجو کنید و تا اینکه شما به دین و به عبادت نزدیک بمانید. و هشتم کدامش هست؟ ضیق الوقت، کم بودن وقت. این چی معنا دارد؟ این یک نقطه هست که با اصول الفقه دخالت دارد. از جهت اصول الفقه بعضی عبادت های می باشد که برای آنها وقت ظرف می باشد و بعضی دیگر عبادت های هست که برای آنها وقت معیار شمار می شود. این چی معنا دارد؟ مثلا عبادتی که وقتی مخصوصش برایش ظرف هست، این نماز می باشد، و عبادتی که وقتش برای همان عبادت معیار حساب می شود، مثال این روزه می باشد. ظرف معنایش این هست که یک حدودی هست، یک وقتی مخصوص هست برای همان عبادت، اما در همان وقتی مخصوص کدام وقتی را که همان شخص خواهد میتواند که اختیار کند و در همان وقت واجب خود را، عبادت خود را پوره کند. مثلا نماز یک وقتی مخصوص دارد، یک وقتی سرشوی و تمام شوی دارد، اما تمام آن وقت را و نماز دادن ضروری نیست. یعنی پوره وقت را در پوره همان وقت نماز خواندن ضروری نیست. میتواند انسان یک وقتی، یک 15 دقیقه چند وقتی را که در بر میگیره نمازش، همان را در بین همان دو حدود انتخاب کند و در همان وقت نماز خود را ادا کند. اما این مقابل به کدام هست؟ به مثلا روزه گرفتن. شما میدونید که روزه وقت برایش چی هست؟ من گفتم معیار هست، یعنی که پره همان وقت باید به همان عبادت داده شود.
و میدانید که وقتی روزه از کدام وقت هست؟ از نماز فجر آغاز میکنند تا نماز مغرب. پس در اینجا همین وقت مخصوصی همین عبادت برایش معیار هست، یعنی که پره وقت باید به همین عبادت گذرانیده شود. از وقت سرشوی همین حد تا آخر همین حد ما چی میکنیم؟ روزه میگیریم. این مقابل به آن عبادت های می باشد که وقتشان برایشان چیست؟ ظرف هست. یعنی که انسان اختیار دارد که در پره همان وقت یک وقتی یعنی کمتر رو انتخاب کند و در همان وقت نمازش رو خواند. همه این گپا رو من برای شما فهموندم تا اینکه شما بفهمید که وقتی نمازها برای نمازهای فرضی چی هستند؟ ظرف هستند. یعنی که پره وقت را به نماز گذراندن ضروری نیست. و وقتی که این خیل باشد، فرض کنید که نماز ظهر بعد از زوال وقتی که سر می شود تا نماز عصر، ضروری نیست که تمامی آن وقت را به نماز ظهر گذرانده شود. اما وقتی که وقت آغاز می شود، مثلا وقتی نماز ظهر وقتی که سر می شود، در همان وقت اول نماز را خواندن یعنی فوراً ادا کردن برای انسان اختیاری هست. یعنی واجب نیست که فوراً باید نماز را ادا کند. اینو شما میدانید، آگاه هستید. یعنی که انسان اختیار دارد که میتواند که نمازش رو تا آخر وقت دارد که نمازش رو میتواند که تأخیر بدهد و در آخر بخواند. البته این از جهت افضلیت من نمیگویم، البته افضل همین هست که انسان همین وقتی نماز که شد نمازش رو ادا کند. اما فرض کنید که اگر ادا نکند، اختیار دارد تا آخر همان حد، تا آخر همان وقتی نماز، تا اینکه نماز خود را پوره کند. خوب، پس اصلاً از جهت اصول حنفی نماز کی فرض میگردد به انسان؟ این در اولی وقت نیست، این در آخری وقت نماز هست. یعنی چطور؟ در اول اگر نماز را ادا کنید این بهترین هست، ثواب میگیرید و نماز را در وقتش یعنی ادا کردید، این افضل هست، این بهترین هست. اما از جهت حکم شرعی برای چی در آخری همان وقت نماز فرض میگردد؟ برای آن که در اول انسان وقت دارد، میتواند که تأخیر بدهد. اما وقتی که تا آخرش قریب میرسد، یعنی که فرض کنیم که برای نماز ظهر فقط نیم ساعت باقی مانده باشد یا فقط 15 دقیقه باقی مانده باشد، در آن وقت بعد نماز را ادا کردن فرض میگردد. همان لحظه انسان باید ادا کند، چون که اگر ادا نکند این وابسته به آن هست که نماز را چقدر دیر میخواند. خب بعضی ها متاسفانه تیز میخوانند، میپرن این طرف و طرف و تمام میکنن. اما اگر نماز با پررگی یعنی اگر ادا کرده شود، عموما 10 دقیقه 15 دقیقه خیلی مثلا بگیم 8 دقیقه رو در بر میگیرد. خب پس در آخری همین 8 دقیقه که ماند یا بگیم که 5 دقیقه که ماند، در آن وقت بعد نماز رو ادا کردن فرض میگردد. چون که اگر در همین وقت اگر انسان ادا نکند، نماز چی میشود؟ قضا میشود، وقت به انتها میرسد و اگر انسان یکم سببی ضروری نداشته باشد گناهگار میشود. پس این اصول رو که شما فهمیده باشین، برای چی در آخر، برای چی کم بودن وقت ضروری هست برای طهارت؟ برای که وقتی که وقت کم میماند نماز هم فرض میگردد و طهارت هم بعد فرض میگردد. اگر ما این شرط رو شامل نکنیم، همین که وقتی نماز شود انسان باید که طهارت کند، اما این گونه نیست. وقتی که وقت قریب است که به آخر رسد، در آن وقت طهارت هم فرض میگردد و نماز هم فرض میگردد. امیدوارم که شما این رو خوب فهمیده باشید. شروط صحته 3، شرط‌های درستی طهارت، شرط‌های درستی وضو 3 تا می باشند. یکمش این است عموم البشرة بالماء الطهور، ریختن آبی پاک به تمامی پوست. یعنی تمامی پوست، بشره پوست را گفته می شود، عموم یعنی تمامی پوست را احاطه کردن، یعنی به تمامش ریختن. بالماء الطهور با آبی پاک. دوم شرط کدام هست؟ وانقطاع ما ينافيه من حیض و نفاس و حدث، قطع شدن، انقطاع قطع شدن یا اینکه بس شدنی آن چیزهایی که وضو را ویران میکنند. ینافیه آن چیزهایی که وضو را ویران میکنند یا آن چیزهایی که به ضد وضو میباشند، مانند حیض، نفاس و حدث. حدث میدونید که حالت ناپاکی را گفته میشود، یا در اینجا بهتر است که ما این را همچون ناپاکی ها و نجاست ها ترجمه کنیم. چون که اگر در بدن در عین حال طهارت اگر در بدن نجاست باشد طهارت نمی شود. یعنی که فرض کنید که در عین وقت طهارت کردن از کسی پیشاب اگر ریختن گیرد، حتی چکره هم باشد،
طهارت نمی شود. یعنی انسان نمیتواند بگوید که من یعنی اگر مشکلاتی پیشاب قبیدن پیشاب داشته باشد نمیتواند که طهارت کند و حس کند که پیشابش ریخته شده است، اما گوید که من همین طهارتم را تمام کنم بعد میروم لباسم را عوض میکنم. این گونه نمی شود. یا در عین طهارت کردن انسان از پوستش از یکم عضوش خون ریختن گیرد یا از دندانش خون ریختن گیرد، از بیرهش مثلا نمی شود. اول باید همون حدث را، همون نجاست را اول باید بند کرد، تازه کرد و بعداً یعنی طهارت کرد. اگر انسان دارای عذر باشد این یک حکم دیگر هست، انشالله با احکام معذور هم یک روزی داخل می شویم، اما حالا شما همین رو فهمید. باید این حالت ها نباشد، البته حالتی جنابت هم نباشد. این حالت ها را اول انسان باید دور کند. و چطور ما حیض و نفاس رو دور میکنیم؟ با غسل شرعی اینها رو دور میکنیم. وقتی اینها رو دور کردیم بعد ما پاک میشویم، اما بعد وقتی که حاجت خانه را استفاده کردیم بعد باید ما طهارت کنیم. خب اگر غسل نکنیم طهارت ما رو برای نماز پاک نمی کند. سوم و زوال ما یمنع وصول الماء الى الجسد كشمع و شحم. برطرف کردن، زوال برطرف کردن یا تازه کردنی آن چیزهایی که منع میکند، منع میکند وصول رسیدنی آب بر جسد، بر جسم. یعنی که تازه کردن چیزهایی که رسیدنی آب رو بر پوست منع میکنند، به مانند شمع یعنی که شم، موم و شحم و چربی یا اینکه روغن، یعنی روغن جامد. این چونین مثلا لکی ناخون، این رو هم آدم باید دور کند، تازه کند از ناخونهایش پیش از طهارت کردن، پیش از غسل کردن. و این چونین رنگی همین دیوارها رنگ که میکنند، هر گونه رنگی که باشد، حتی رنگی بعضی اطفال رنگ که میکنن رسم میکشند، همون رنگ ها اگر به دست رسد، به پوست دست رسد و خشک شود، قاق شود و در هنگام طهارت کردن اگر تازه کرده نشود و بالای پوست، بالای همون قسمت اگر آب ریخته نشود، این طهارت بعد جایز نمی شود. خب برای همین کسی که رنگ مال باشد، کسی که همین کار را انجام دهد، باید خیلی احتیاط کند که مخصوصا مردها خیلی احتیاط کنند که دستهایشون پر از رنگ نشود. بعضی وقت مردها در مابین ناخن‌هایشان، در بالای انگشت‌هایشان، همه وقت کسایی که رنگ مال باشند رنگ می داشته باشند، آنها این گونه اگر طهارت کنند طهارتشان کامل نمی شود. برای همین باید کوشش کنند که دست پوش بپوشند و احتیاط کنند. البته امیدوارم که فهمیدید که شم و چربی ما چی رو در نظر داریم. اگر یکم پخت پز میکنید، خمیر هم باشد، اگر در مابین ناخن‌های شما رود، در مابین همین قسمت ناخن‌ها اگر بند شود، با شم اگر کار کنید، با چربی و با روغن سخت اگر کار کنید، در مابین دستهایتان اگر خشک شود و ماند و آب را منع کند که بالای دست گذرد، این چی می شود؟ این یعنی مشکلاتی هست و این رو باید دور کرده شود. خب اما یک چیزی رو ما میدانیم به نام خینه. اگر به دست ها خینه مانده شود، وقتی که خودی همان خینه باشد البته آب رو منع میکند، اما وقتی که خینه رو ما میشوییم و فقط رنگش میماند، یعنی که رنگی زردک که میماند بالای دست ها، آن رنگ بعد دیگر هست. آن رنگ یعنی جسد ندارد، یعنی که جامد نیست، فقط رنگش میماند. بعضی وقت بعضی زعفران و بعضی خوراک‌های هست که وقتی که آنها رو دست میزنیم، با آنها کار میکنیم، دست‌های ما رنگه میشود، رنگین میشود. اما این رنگ‌هایی که جسد ندارند و یعنی جامد نیستند، آنها باکی ندارند، به مانندی رنگ خینه بعد از شستن خودی خینه. خب اما رنگی که در دیوال و در یعنی رسم‌های اطفال استفاده میشوند، از آنها باید احتیاط کرد. فصل یجب غسل ظاهر اللحیه الکثه. خب از اینجا مصنف درباره ریش میگوید. شاید به شما سوال خلق شود که خیلی ما ریش نداریم، این به ما دخل دارد یا نه؟ اما این علم هست. باید که چی طوری که مردها علمی حتی حیض رو هم یاد میگیرن و باید یاد بگیرن، یعنی سروری و سرداری خانه هستن، آنها باید، با آنها واجب هست که آنها باید علم رو بیاموزند و با اهلشون و اهل بیتشون، با زنها و دخترانشون درس بدهند. اما همین طور هم ما باید علمی که دخل دارد به مردها آن رو هم ما باید بیاموزیم، تا اینکه با پسرهای خود مادر مدرسه اولین می باشد. و این امام شافعی که داریم،
امام مثلا مالک کی داریم، امام سفیان ثوری کی داریم، امام بخاری کی داریم، اینها مدرسه اولین آنها مادرای آنها بود و اکثر علما متاسفانه یتیم کلان شده بودند و مدرسه اولی آنها کیها بودند؟ مادرای آنها بودند که با آنها آداب و اخلاق را می آموزاندند. و درباره همین نمیدانم دیده باشید ندیده باشید، در کانال دارالعلم من یک سلسله را آغاز نمودم به نام عالمه های اسلام. بعد انشالله در آنجا هم درباره ترجمه حال آنها می نویسم و هم درباره چطور آنها مادری میکردند هم می نویسم. وقتش که رسید انشالله همونها رو خوانید، خیلی مهم هست. پس انشالله ما هم باید که درباره ریش هم که باشد باید یاد بگیریم، با پسرهای خود یاد بدهیم. اگر شوهرهای ما وقت علم آموختن یا از علم دور باشند با آنها هم بیاموزانیم. البته این گپش دیگر هست که حکم ریش ماندن چیست، یعنی خیلی ظاهر هست از متن کتاب، اما یعنی این درباره طهارت و ریش هست. خب چی میگوید مصنف؟ یجب غسل ظاهر اللحیه الکثه فی اصح ما یفتى. تو اینجا شستن ظاهری ریش غوس واجب هست طبق درسترین فتوا. یجب واجب هست. غسل از کلمه غسل فرق میکند، دقت کنید. غسل معنایش شستن هست و غسل معنایش غسل گرفتن شرعی هست، غسل شرعی هست. خب پس وقتی که شما کلمه غسل با فتحه غین میبینید توجه کنید که این شستن معنای شستن را دارد. واجب هست شستن ظاهری لحیه ریشی کثه غوس، ریشی که پر باشد و غوس باشد، طبقی فی اصحی در صحیح ترین اقوالی که ما یفته بهی که با آن فتوا داده می شود. و یجب ایصال الماء الى بشرة اللحیه الخفیفه. و به مقابل این رساندن آب به پوست زیر ریش تنک واجب هست. یعنی که در اینجا دو چیز را مصنف میفهماند، کسانی که ریشی غوس دارند و کسانی که ریشی تنک دارند. این وابسته به همان جنسیت آن شخص می باشد. بعضی کسانی که از بعضی دولت ها می باشند ریششون پر می باشد و غوس می باشد، بعضی مسلمان های می باشند از بعضی دیگر دولت ها که ریششون خیلی کم می باشد، مثلا از کره باشند و از این خطای باشند ریششون خیلی کم هست، آنها باقی نیست. اگر کم هم باشد از سببی که نمی براید. خب پس میدانید که مردهایی می باشد که ریششون پر می باشد، زیاد می باشد، دراز می باشد، و مردهایی که ریششون خیلی تنک می باشد. خب اگر ریش خیلی غوس باشد، درون آن را شستن، زیر آن را پوست زیر آن را شستن ضروری نیست. فقط چی واجب هست؟ شستن ظاهری ریش. ریش چگونه می باشد؟ خشم میدانید، یعنی از دو طرفی لنج ها سر می شود، پایان به منه می آید. خب کمی یعنی برود هم اگر انسان داشته باشد یعنی باقی ندارد، اما ریش در زیر لبی پایانگی می باشد و از دو طرفی لنج ها آغاز می شود و یک قسمتش بعد پایان هم می شود اگر دراز باشد. اگر همین ریش پر باشد فقط برای مرد ضرور هست که همان قسمتی که ظاهر هست در دوری یعنی دهانش و در بالای منش و در بالای لنجهایش همون قسمت رو باید چی کند؟ بشوید. یعنی که آب را بالای ریشش پره گذراند و ریشش را بشوید. اما این آب اگر در پوست زیر ریشش اگر نرسد این باقی ندارد، چون که ریشش خیلی غوس هست. اما اگر ریش مرد اگر خیلی تنک باشد، پس در آن وقت ایصال یعنی که رساندن آب به بشره یعنی که به پوستی ریشی تنک بعد واجب میگردد. اگر یک دو سه موی باشد یا کمک در منه باشد، اگر یعنی بچه‌ای که نو ریشش میبراید خیلی کم میباشد، از دو طرف سر میشود و از منهش کمک سر میشود، در آن وقت باید تمامی رویش رو یعنی پوستی رویش رو باید بشوید. ولا يجب ایصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائره الوجه. ولا یجب و واجب نیست. ایصال معنایش رو باید بدانید رساندن آب الى المسترسل با مسترسل چی معنا داره؟ مسترسل من الشعر، شعر موی را گفته می شود، البته موی ریش را گفته می شود. مسترسل آن قسمتی که پایان می فراید، آن قسمتی که پایان دراز می شود. ضرور نیست که واجب نیست رساندن آب با آن قسمتی موی ریش، با آن قسمتی ریشی که پایان می فراید از دایره روی. پس چی شد این ترجمه تا این قسمت؟ رساندن آب واجب نیست و مویی که
از دایره روی بیرون می شود یا بیرون شده است. یعنی قسمتی که آویزان باشد، قسمتی که از پایان منع آویزان باشد، آن قسمت را شستن ضروری نیست. ولا الى من کتم من الشفتین عند الانضمام، و این به ما هم دخل دارد. و این چنین واجب نیست، یعنی رساندن آب الى به آن من کتم، آن قسمتی که پوشیده هست، من الشفتین از لبها، عند الانضمام هنگامی چسباندن آنها، هنگامی پوشاندن آنها. یعنی که چی؟ و این چنین به قسمتی که با پوشیدن لبها پنهان می شود ضروری نیست، واجب نیست. پس در این قسمت اگر من خلاصه کنم، مصنف دو نوع ریش رو بیان میکند، ریشی که غوص باشد و ریشی که تنک باشد. در هر دوی این حالت ها آن قسمتی که آویزان می شود از منع، پایان می فراید از منع، آن قسمت رو شستن ضروری نیست، چون که آن یعنی روی حساب نمی شود. در آیت نآمده است که ریش های خود را شوید، در آیت آمده است که روی های خود را شوید. پس آن قسمتی که از منع می فراید، پایان دراز هست، آن قسمت رو شستن ضروری نیست. اما ریشی که در بالای روی باشد حکمش چیست؟ از این سبب هست که علما میگویند که ریشی که چی باشد، یعنی که ریشی که غوص باشد، بالای ریش رو باید شویم، چون که پایانش رو رسیدن مشکل هست، دشوار هست. اگر حتی انسان کوشش هم کند شاید بعضی جای حکم ماند که خشک ماند. از این سبب ریشی که غوص هست گویا که همان مرد عذر دارد و بالای ریشش رو گویا روی حساب کرده میشوید. اما مردی که عذر نداشته باشد، ریشش تنک باشد، باید که خودی پوست رو، بشره رو یعنی بشوید. و از این حکم دو چیز استثناء می شود. یکم همان قسمتی که پایان فرامده است از موی ریش، و دویم آن قسمتی لبان که هنگام پوشیدن دهان محکم می شوند. وقتی که دهان خود را یک بار همین خیلی پوشانید، همان قسمتی که ظاهر هست، در بیرون هست، وقتی که یک کسی با شما صحبت کند، همان قسمتی لبان شما را که می بیند آن از روی حساب می شود، و قسمتی که در درون دهانتان هست، قسمت تری لبان، آن از دهان حساب می شود. پس قسمت بیرونی لبها در دایره وجه داخل می شود، باید شسته شوند. اما قسمت درونی لبها شستنشان فرض نیست، البته در سنت داخل می شود، در غرغره دهان داخل می شود. خب اکنون این قدر مانده است، بعد تمام. ولو انضمت الاصابع، دقت کنید. خب یک نقطه دیگر را که من در این حکم بلاغی اضافه میکنم از مراقی الفلاح می باشد، در دیگر کتاب های فقهی هم هستند، این است که داخلی چشم ها را شستن ضروری نیست، و این چنین داخلی زخم را هم شستن ضروری نیست، چون که هر دویشون ضررناک است. اگر داخل چشم ها را شسته شود و داخل زخم را شسته شود، این ضرر میرساند. در فقه ضروری نیست و داخل چشم ها از وجه حساب نمی شوند. خب اما یعنی کنجک های چشم ها وقتی که بعضی وقت چرک در آنجا جمع می شود، آن را البته باید شسته شود، و پوستی که در گرد چشم ها هست با میجگانه ها باید شسته شود. همه این قسم بیرونی چشم باید شسته شود، اما قسمت درونی شستن ضروری نیست، واجب نیست. اکنون ادامه می دهیم. ولو انضمت الاصابع، اگر انگشت ها به هم پیوستند، یک جایه باشند، یعنی بینشون فاصله نباشد، مسافه نباشد. یعنی مثلا اگر کسی فربه باشد، خیلی انگشت هایش به هم دیگر چسبیده باشند. او طال الظفر، یا حتی برای این میتواند که یگام چیزی چسبک رو اگر دست زده باشد و انگشتاتون به هم دیگر چسبد، یا دو انگشت یا یک دو سه انگشت چسبد. اطفال بعضی وقت همین خیل کارها میکنند، انگشتاشون میچسبد به هم دیگر. او طال الظفر فغطى الانمله، یا اینکه ظفر ناخن را گفته می شود، یا اینکه ناخن دراز شده پوستی زیری آن را پوشاند. پوستی زیری یعنی ناخن ها را پوشاند. او کان فیه ما یمنع الماء كعجین، یا اینکه در آن فیه یعنی که فی الانمله، یا اینکه فی الظفر. خب این فی الظفر هست. یا اینکه در ناخن چیزی باشد که منع کند آب را، یعنی از رسیدن در آنجا. كعجین، عجین چی را گفته می شود؟ عجین خمیر را گفته می شود. اگر در زیر ناخن چی جمع شود؟ خمیر جمع شود، و سبب این آب یعنی پورا زیر ناخن نه، اما همون قسمتی که بالا هست، خب بالای انگشت ها، یعنی بالای انگشت و زیر آن قسمت ناخنی که بیرون میبراید، اگر در آنجا آب نرسد این طهارت مکمل نمی شود. باید که واجب می شود که آن را باید پاک کرده شود. واجب غسل ما تحته،
واجب هست شستنی آن چیزی که زیر ناخن ده هست. اگر در زیر ناخن های شما، زیر ناخن اول وقتی که من میگم چی رو در نظر دارم، ناخن دو قسمت دارد. شما میدونید آن قسمتی که دردناک هست، پوشانده هست با ناخن، خب آن قسمت رو ما در نظر نداریم. قسمتی که وقتی که ناخن دراز میشوند یک کم قسمتی همین بالای انگشت در زیر ناخن پوشیده میشود. از این سبب همون قسمت رو من در نظر دارم وقتی که ناخن دراز شود و خیلی یعنی همون قسمت رو پوشاند. یا اینکه مثلا کمک دراز باشد و در آنجا خمیر جمع شود و خمیر خشک شود و از سبب این آب به زیر همون قسمتی ناخن، همون قسمتی که بیرون میبراید از ناخن اگر نرسد باید که زیر ناخن رو شسته شود. اما اگر ناخن پاک باشد و یعنی عادی دست ها پاک باشد، پس اینقدر توجه دادن بر زیر ناخن ها ضروری نیست. برای همین است که ما باید کوشش کنیم که ناخن های خود را یعنی هر هفته بگیریم و در روزی بعد نگذاریم که در روزی بعد شود. ولا يمنع الدرن و خرع البراغیث و نحوها. و در اینجا یک نقطه دیگری را میگوید، کمی نقطه روشن نیست، یعنی توجه دهید. منع نمی کند درن یعنی چرک و خرع البراغیث و نجاستی حشرات ها. براغیث جمعی برغوث هست، یعنی که من در لغت دیدم به تاجیکی برگه ها گفته می شود. نمیدونم این کلمه عامی یا عادی هست که شما استفاده میکنید یا نه، اما برگه ها گفتن یعنی که حشرات، فرض کنیم پشه، شپوشک، این گونه چیزها اگر نجاست کنند، کمی نجاست اخلاط کنند، نجاستی آنها بر سر شما یا بر دست شما یا در پوست شما اگر باشد، این چیزها، این نجاست ها منع نمی کند آب را از رسیدن به پوست و این چنین اگر اینها در دست هم باشند یعنی طهارت را ناجایز نمی کنند، طهارت را منع نمی کنند از جایز شدن. مثلا اگر دست چرک باشد اما نجاست نداشته باشد، نجاستی که از حیواناتی کلان باشد آنگونه نباشد و یعنی اخلاط نباشد، اخلاقی یعنی خود انسان نباشد و پیشاب نباشد، همین خیل یعنی گیل باشد، خاک باشد، مثلا خودی همین دست هم چرکین هست که میگویم، چیزهای جایز باشد، مثلا چیزی را خوردید، خوراک خوردید و همون خوراک دستای شما را چرک کرده هست و دستایتان را در هر جا زنید و به دستایتان چنگ و خاک پر شود، این گونه یعنی چرک ها جایز شدن طهارت را منع نمی سازند. حتی با این چرک ها اگر نماز خوانده شود یعنی باقی ندارد اما خوب نیست. مثلا تا وقتی که آب به پوست رسد، البته باید که آب به پوست رسد. اما اگر مثلا همین اخلاطی براغیث چنان که گفتم حشرات اگر نجاستی کنند، شپوشک و مثلا چی هست پشه و غیره که باشد، نجاستی آنها طهارت را از جایز شدن منع نمی سازد. و یجب تحریک الخاتم الضیقی و انگشت تنگ را باید جنباند. واجب می شود تحریک، حرکت دادن، جنباندنی خاتم یعنی که انگشتر، ضیق انگشتی تنگ را واجب هست حرکت دادنی انگشتی یا انگشترینی تنگ را، خب چله تنگ را اگر نفهمید. و این دو قسمت آخر چیست؟ ولو ضره غسل شقوق رجلیه، اگر شستنی شکاف های پای، همون قسمتی که شکسته می شود از پای، بعضی ها دارند، مردها خصوصا کسانی که کلانسال می شوند پای هایشان به مرور زمان می شکند، اگر همون شقوق شکسته پای ها رو گفته می شود، خب در پشتی پای که هست، در پایانی پای اگر شستنی شکاف های پای او را ضرر رساند، جاز امرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها، جایز هست که آب را بر دارویی که بر آن جایها گذاشته است گذراند. یعنی که اگر فرض کنیم انسان پایهایش شکسته باشد، پشتی پایهایش، در آنجا اگر دارو گذارد و کرم باشد، یکم چیز باشد که در آنجا مالد، جایز هست که بالای همان دوا، بالای همان دارو چی کند؟ طهارت کند و آب بالای همان دارو را به بالای همان دارو گذارد، چون که این از سبب عذر هست. خب اکنون شاید به شما چندین سوال ها خلق شود در موردی بعضی زخم ها که اگر من انگشتم را
برم، یا اینکه اگر دست شکسته شده باشد یا اگر انگشت شکسته شده باشد یا بالای اینجا پوشاد، یعنی بالاتر پوشیده باشد و زخمی باشد، اینها یعنی حکم خودشان را دارند، فصل خودشان را دارند. خب برای همین و وقتی که به آخری طهارت رسیدیم، اگر این گونه سوال هایتان باقی ماند، بعد آن ان شاء الله همشون رو در آنجا من جواب میدهم. اما تا حال باب طهارت و چیز به پایان نرسیده است. خب ولا يعاد الغسل، آخرین نقطه چیست؟ ولا يعاد الغسل ولا المسح على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره و شاربه. ببینید که چطور فقها چی هستند، تیز هستند و یعنی دور فکر هستند که این چیز رو هم فکر کردند و حکمش رو گذاشتند. ولا يعاد و اعاده کردن یعنی که دوباره شستن و مسح کردن دوباره کردنش لازم نیست. یعنی چی؟ شستن یا مسح کردنی محلی موی پس از تراشیدنش، یا شستن پس از گرفتن ناخن و موی لب واجب نیست. یعنی که اعاده کردن دوباره غسل یعنی شستن یا اینکه مسح کردن ضروری نیست بالای موضع، بالای محل یا اینکه جایی که جای موی شعر، موی رو گفته می شود بعد از یعنی تراشیدنش. یعنی که اگر انسان یعنی مسح کند، سرش رو مسح کند، بعد سرش رو تراشد، کل شود، ضرور نیست که دوباره مسح کند، یعنی بعد از طهارتش. خب ولا الغسل بقص ظفره و شاربه، و اگر مثلا طهارت کند بعد از طهارتش ناخن‌هایش رو گیرد، شرط نیست که دوباره دستهایش رو باید شوید. البته از جهتی یعنی چی میگه، از جهتی هایجین میگویم، از جهتی تازگی و پاک بودن این دیگر گپ هست، اما از جهتی شرعی میگویم که ضروری نیست. و این چنین اگر مردی باشد که برود داشته باشد، موی لب داشته باشد و چی کند، یعنی طهارت کند، یعنی موی لبش رو شوید و بعد از اون تراشد یا پس کند موی لبش رو، دوباره شستن آن مکان محل ضروری نیست. انشاءالله در همین جا درس به پایان میرسد. از درسی هفته آینده از سنت های وضو ادامه خواهیم داد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.